بنابراین در دوامش رضی الله عنه گفتن الله تعالی از عمر راضی شد. حالا که در اینجا دو نفر ذکر شد، عمر ابن الخطاب، عمر فرزند خطاب، پسری خطاب، لیکن دعا رضی الله عنه الله تعالی از او راضی شود، مقصود عمر نه مقصود خطاب. چون در بعض قاعده های نحوی آمده است که الضمیر یعود الی اقرب المذکور، ضمیر به نزدیکترین مذکور برمیگردد. در اینجا اگر گیریم نزدیکترین مذکور خطاب است، لیکن از سبب آنکه خطاب مسلمان نبود و دعا فقط در حق مسلمان می شود اگر گذشته باشد. خطاب که از عالم گذشته است، ما در حقش دعای نیک نمی کنیم. بنابراین رضی الله عنه گفته می شود وقتی که پدری صحابه ذکر شود همراهی صحابه ولی کافر باشد. اما اگر مسلمان باشد رضی الله عنهما گفته می شود. خیلی که وقتی که پسر حضرت عمر عبدالله اگر روایت کنند عبدالله بن عمر، عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما گفته می شود. در آن حالت الله تعالی از هر دوی ایشان راضی شود.